آقا شاید خیلیاتون یه چند نفر یا بعضیاتون براتون سوال شده باشه این از چه قراره. نگاه کنین بهتون میگم. الان داداش 200 داری؟ سلام، بله بفرما. 200 تومن من روش میذارم میشه 400 تومن. این 400 تومن رو من ازت 300 تومن میخرم. اینطوری هم شما 100 تومن سود کردی هم من 100 تومن سود کردم. من خودم هر جوری حساب کردم نفهمیدم چی شد. اینکه از یکی از فامیلامون پرسیدم. حالا نگاه کن. الان داداش 200 الان اینجا 200 مرده بهش میده، داری؟ سلام، بله بفرما. اینم 200 میذاره. حالا هر کدوم 200 ضرر 200 کرده. تومن من روش میذارم میشه 400 تومن. این 400 تومن رو من ازت 300 تومن میخرم. اینطوری هم شما 100 تومن سود کردی هم من. پس چی شد؟ مرده سمت راسته یه 200 گذاشت، اونم یه 200. بعد مرد سمت راسته یه 300 به اون داد. خب تا الان یعنی مرد سمت راسته 500 داده ولی اون یکی دیگه 200. خب بعد مرد سمت راستی از چپی 200 گرفت که 500 ضرری که کرده 500 ضرری که کرده 400 تومنش برگشت، ولی 100 تومن ضرر کرده و اون یکی دیگه 100 تومن